تحکیم بخشیدن اقتدار علمی کشور، جاری کردن اختراعات در استحصالات، استوارگرداندن پایه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه تعلیمی، بلند برداشتن صفت تعلیم در همه زمینه‌های تحصیلات، جلب باز هم وسیع استعدادهای جوان با آموزش تکنولوژی معاصر و کارهای ایجادی و تکنیکی وظیفه مهمترین ساحه‌های علم و معارف میباشد. تطبیق همین نشاندادها بعد جاری گردیدن نظام نوی قبول، مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مؤسسه عالی میانی کسبی باز هم صفت نو کسب نمود، زیرا در این مورد دانش اساس است و استفاده به میلان تکنولوژی معاصر در جریان درس، گروه‌بندی آموزش فن تکنولوژی اطلاعاتی، جاری نمودن اصولهای فعال تعلیم مهم است. من که از صنف پنجم به فن شیمی و بیولوژی خیلی شوق و هوس دارم که به دانشگاه طبی که شهر دوشنبه جایگیر است به نام ابوعلی بن سینا داخل شوم و من این سال به شهر دوشنبه رفته همون دانشگاه که شناس شدم. من اساسا حاضر هم بس درس های علاوگی که از فن بیولوژی می شود اشتراک کردم و به قوت پرزیدنتی که به ما همه امکانیت ها را فراهم آوردن سپاریدم و از ناحیوی گذراننده به ولایتی راه گرفتم. اگر قبلا اصول صلاحیت‌ناکی تنها در صنف‌های ابتدایی راه‌اندازی شده بود، با در نظر داشت برتری این اصول در جریان دانش اندازی امروزها صنف‌های بالایی نیز از روی فن‌های علاهده جاری گردیده است و بر روند قبول طریق نظامی نو تاثیر مثبت می‌رساند. لیسه ما لیسه برای خوانندگان بالای قد در ناحیه جبار رسولف از سال خوانشی 2014 و 15 اینجانی فعالیت دارد. در سال خوانشی مذکور یعنی سال خوانشی 2018 و 19 در صنف ختمی صنف 11 حول 69 نفر خوانندگان تحصیل داشته، از آنها 65 نفر به مرکز ملی تستی حجت‌های خود را سپاریدند و از قید گذشتند و با راهبری ماموریت تحت نظارت قطعی ماموریت و هدایت و سپارش های آموزگاران فنی همه آنها آمادگی خودشان را برای گزارش از سنجش های مرکز ملی تستی علاقه آغاز نمودند. بعد انجام به قدگیری حجت‌ها خط کنندگان از روی فن‌های امتحانی در دوره اختصاص‌ها برابر درس‌های برنامه‌ای در آموزش علاوگی که وابسته به مثال و مسائل تستی گذرانده می‌شود اشتراک می‌نمایند. اقدام تشبث از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امام رحمان تصدیق قوت پرزیدنتی عامل دیگر است به مانع داخل شدن به مؤسسه عالی میانی کسبی کشور و خوشبختانه در همه شهر و ناحیه‌ها شماره معین خوانندگان به این تدبیر فرا گرفته می‌شوند. تحلیل‌ها ثابت می‌نمایند که در دایره گروه‌های اختصاص داوطلبان بیشتر گروه‌های 1، 2 و 3 را انتخاب می‌نمایند که این را از دسترس بودن خالهای گزارش از سوب تست‌های امتحانی گروه اختصاص‌ها ارزیابی می‌نمایند. محض در دوران صاحب استقلالی با دستگیری پیوسته و پیگیرانه حکومت جمهوری افزایش مبلغ‌گذاری ساحه علم و معارف شرایط معیاری تعلیم و تربیت فراهم آمده دستاوردهای ساحلی سال از سال می‌افزاید.